بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صد سلام به شما دیوان پل نیدوکان، عزیزین برات و گوهران، واجهان، بیبیان، دکتران، مهندسان و درستین سوادداران، علمدار و بی علمان و درستان سلام ایچ دل جوهرترین چات و دریگان که گوت مهر و محبت آبار دارید، که گوت مسک و زباد و انتر بو دارید. سلام ایچ چهبار زرا چه کنره که جره بگیر برو بسروان واتر بکن چه مزنی شستون به پزابل سیستان و بلوچستان گه و نیکشهر و کسرکند و سرباز ایران شهر و پهره و بامپور چه هر جا هر کجا. علی واجهان و بانوکان، ششمین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان بلوچ دانشگاه سیستان و بلوچستان و کجای دوربین بگید و اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم پزشکیه، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشجویان بلوچه، دانشجویان علوم پزشکی زاهدان رو به جشن نشسته ایم. اسلام هم عقیدهش امینه بر امین عقیده هست. قرآن عظیم و شان صراحت داره به این مسئله که اگر ما عزتی داریم و بشر اگر عزت داره و سربلندی داره و علم داره عزت و بالاترین عزت علمه و علم لازمه زندگی بشره و ترقی بشر در هر عرصه بگی امکان پذیر نیست به جز با علم. امکان نداره یک جامعه در طول تاریخ پیشرفت داشته باشه، صاحب تاریخ باشه، صاحب عزت و سربلندی باشد، امکان نداره بدون علم و بدون دانش. با جامعه انسانی و بشری و ملت‌های دنیا، اقوام دنیا اگر در دنیا پیشرفت کردن و تاریخ کسب کردن، این تاریخ از علم کسب کردن و از دانش و از هدایت و از دین و از ایمان کسب کردن.
ملبوران زری